جناب استاد، پیشتر ضمن صحبت شیرینتان یک موضوع را یاد کردین، از نفاق یاد کردین و یک موضوع بسیار خوبتر از او بیشتر یاد کردین که در اوایل وقتی که صنف انسان ها نوبتشون شد که در کره زمین زندگی بکنن، بودن اتفاق و اتحاد داشتن. چی عوامل به دست آمد؟ چی عوامل موجود شد که پس انسان ها به نفاق روی آوردن؟ عواملش چی بود؟ یکی و حکم داشتن اتحاد و اتفاق چی است؟ سلامت باشین. در قدم نخست چون وحدت تعریف شد، وحدت حکمش چی است، بعد به عوامل نفاق هم بیاییم. بسیار وحدت طوری که خواندن نماز، دادن زکات، روزه گرفتن، حج رفتن، جهاد و مبارزه علیه کفر و الحاد فرض است. بالای هر فرد مسلمان وحدت و اتفاق و همبستگی و یکپارچگی این هم فرض است. و معلوم است که ترک فرض گناه کبیره است و انکارش کفر است. پس اگر مسلمان ها وحدت نکنند و به سوی وحدت و یکپارچه شدن نیایند و به می حالاتی که در حالت افتراق، در حالت نزاع، کشمکش های درونی و داخلی مبتلا هستند، از اینا دست نکشند، بدون شک که همه ایشان در گناه کبیره به سر میبرند. چرا الله متعال میفرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه تان بیاین به سوی دین الله، دین الله را چنگ بزنین و دیگه زبان و قوم و منطقه و سایر آلایش‌های فردی و شخصی را او طرف کنار بگذاری، چون امر خداوند که میشه این فرض است دیگه. و قبلا جناب مولوی صاحب گفت که الامر یفید الوجوب، امر فرضیت را دلالت میکنه. پس خلاف ای آیه اگر مسلمان به سوی نفاق میروه، در حقیقت به گناه کبیره دست زده و زندگیش در گناه کبیره سپری می شود. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من شذ فی النار، کسی که نفاق میکنه اتحاد از بین میبره و به نفاق دامن میزنه، بدون شک جای از دوزخ است. پس اگر اتحاد و وحدت فرض نمی بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم به شخص منافق و شخصی که تفرقه ایجاد میکنه جایش دوزخ معرفی نمیکرد. پس معرفی کردن این دوزخ برای شخص انسانی که تفرقه ایجاد میکنه معنیش این است که وحدت واجب است، وحدت فرض است، اتحاد فرض است بالای مسلمان. مسئله دومی که نفاق از کجا آغاز شد؟ چون قبلا بیان شد که از ابتدای خلقت آدم علیه السلام تا زمان نوح علیه السلام حدود 30,000 سال انسان ها متحد بودند، یعنی یک مسیر، یک هدف، یک نوع برخورد و یک نوع هیچ نفاق در بینشان، دوراهی در بینشان نبود. به نام سیاه و سفید و سرخ و زرد و من و تو و غیره وجود نداشت. همه ایشان امت واحده بودند. یعنی بر دین الله همه ایشان عمل میکردند و مسیر زندگیشان نقشه و دستور العمل الله متعال بود. اما این نفاق بعد از قبل از نوح علیه السلام آغاز شد. یعنی قوم نوح علیه السلام به نفاق آغاز کردند. امت واحده را اینا دو پارچه ساختند و او هم طوری بود که اینها انسانهای صالح را بنابر ایده و یا باور احساساتیشان یا باور افراطیشان تحت عنوان ازی که ما را دوست داریم نقاشی کردن، باز مجسمه ساختن، سجده کردن، بالاخره او را خدا گفتن. پس در پهلوی مکتب توحید و یکتاپرستی اینا مکتب شرک ایجاد کردن به نام وط، سوا، یغوث، یعوق و نصر. این 5 انسانهای صالح را اینا به خدایی گرفتن. اینی بود که یک صف واحده که موحد بودن، مسلمان بودن، صف کفر ایجاد شد. پس از اینجا کشمکش آغاز شد. پس جناب استاد از اینجا آغاز بود پرستی هم شروع شد. بله.